فرشته ها به خدا گفتند چرا ابراهیم رو خلیل کردی؟ خداوند به فرشته گفت برو خود را مثل یک انسان کن و بگو الله ببین ابراهیم من چه میکنه؟ حضرت ابراهیم چند تا گوسفند داشت و در چراگاه بود. از دور صدای شخصی را شنید که گفت الله. ابراهیم گفت چی بود؟ اسم رب منو گفت. دوید رفت سمتش. بهش گفت چی گفتی؟ بازم بگو. گفتم الله. ابراهیم گفت یک بار دیگر بازم بگو. گفت بگم چی؟ میدی؟ ابراهیم گفت چی میخواهی؟ گفت یکی از این چاقترین گوسفندها تو میخوام. ابراهیم گفت مال تو، فقط تو بگو. گفت الله. ابراهیم گفت یک بار دیگر بگو. گفت چی میدی؟ ابراهیم گفت هر چه تو بخواهی. گفت کل گوسفندها مال تو، فقط تو بگو. گفت الله. گفت بازم بگو. گفت این بار چی میدی؟ گفت هر چی تو بخواهی. گفت که تو چیزی نداری. گفت ابراهیم و اقوامش غلام تو میشن، فقط تو باز بگو. اون فرشته گفت به تو تبریک میگم که نگرانی ما را برطرف کردی که گفتیم چرا خدا تو را خلیل الله کرده.